سزاوار جای اول گردید عائله سیدزاده ها از ناحیه خاولی. مبارک باشد. سیدزاده امیرخان، دیرکتور اصولخانه تعلیم کشورشناسی ناحیه خاولی، اعضای اتفاق ژورنالیستان، اتفاق نویسندگان، برنده جایزه ادبی به نام ناصر خسرو، پوبلیسیست، علاقه معارف، مطبوعات، مؤلف زیاده از 40 کتاب، بیشتر از 1000 مقاله، آرشیو، غالب یادبود جمهوری تاجیکان در آینه تاریخ ملت، صاحب کتابخانه شخصی با نام گنج باند میباشد که زیاده از 6500 عدد کتاب شخصی دارد. همسرش مادینه و بختی‌نسا هنرمند صاحب 10 فرزند، 50 نبیره، 7 هبیره میباشد. فرزندانشان در ساحه‌های گوناگون خدمت می‌نمایند. مبارک باشد. بار دیگر مبارک باشد. جای یکم